هموطنان عزیز ما شاهد هستند که در هفته گذشته شام جمعه محترم دکتر عبدالله وزیر امور خارجه دولت اسلامی افغانستان به دعوت کنسولگری لس آنجلس به یک دیدار رسمی و دوستانه با هموطنان عزیز افغان در امریکا و به ایریا تشریف آورده و این محفل در سالن باشکوه فلامینگو پالیس برگزار گردید. در این محفل عده کثیر هموطنان عزیز ما به دیدار وزیر امور خارجه افغانستان تشریف آورده. در جمع هموطنان عزیز ما دو خانم محترم قرار داشت که با حرفهای وزیر خارجه افغانستان موافقت نداشتند و با صداهای بلند انزجار شدیدشان را در مقابل دولت کنونی افغانستان و شخص وزیر قرار داد. عزت تشریح کنین که چی معنا برسی که من بسیار مخشوش شدیم. معنای عزت نمیفهم که به این وقتا چی هست. فکر میکنم صدای بلند من شنیدم، من صدایشان شنیدم. در سابق چی معنا میداد عزت؟ عزت کسی که غرور می داشت، حیثیت می داشت، آبرو می داشت، با پول خود نمیفروخت، مزدور نمی بود، غلام نمی بود، جاسوس نمی بود، خائن نمی بود، منافق نمی بود. بله، خوشبختانه که منافع شخصی خود، منافع ملت خود زیر پای نمی کرد. زنده باد افغانستان، زنده باد ملت افغانستان. مرگ بر انسان کشا، مرگ بر خائنین ملت افغان، مرگ بر پشتون کشا، مرگ بر تاجک کشا، مرگ بر ازبک کشا. ما ملت افغانستان هم میخواییم، ما پشتیبانی از ملت غیور افغان میکنیم، ما منافع افغانستان هم میخواییم. اجازه بدید اگه خواهر مرا بارامی دروغ گفتین از اول تا به امیاله. اگر دروغ شما در افغانستان برای مردم افغانستان بگین در اینجا گفته نمیتونین، برای از اینکه میدیای از اینجا آزاد است و ما کلی چیز از طریق میدیا کنترل میکنیم و میشنویم. کتابایی که در اینجا چاپ شده باش ادوار نام خودت گرفته که 10 میلیون دلار گرفتی. خوب کردید